من تا آن زمانی که در حیات هستم، رضوان لتو هم تا آن زمانی که در حیات هست، با او هر روز مرگ فرزند را حس میکنم. هر شخص از ضعیفیش ضربه میخورد. او را در میدان کسبه آویزید، عبرت عالم شود. من خلیل ابراهیم از این پس در این سرزمین ها بر ضد همه گونه ظلم من هستم. همه چیزتون را میگیرم. شمای ترسانچک ها را از تولد شدنتون پشیمان میکنم. اکنون از خانم در شده روید. سرخم نکردن گرگ ها را خوب میدانم. من به سگ ها یک تکلیف دادم. یا این استخوان ها را میخورید و یا از گرسنگی میمیرید. در هر یک سوالم درست و روشن جواب میدهید. در هر یک سخن بیهوده یک استخوانت را میشکنم. من خلیل ابراهیم. در پشت تو شخص بزرگ بوده است. نام آن شخص را با من بگو برای زنده ماندنت اجازه دهم. پراندنی باشی پران، گریختنی باشی گریز. خیر وگرنه دشمنت را وقتی به دست آوردی فرو میبری. انتظار نمیشوی، مشغول نمیشوی و خوشحالی نمیکنی. پدری تو برادری مرا کشت. دان که زندگی هم کند حساب این را میگیرم. اول یلمز را میکشم و بعد در کجا چه خیل آن وقت میبینیم. این وقت ها بسیار از پیش می برای خلیل ابراهیم. راحت را دیگر کن فکرت. هر آن جایی که من باشم آنجا از من است. آن طور وقتی برآمد از اینجا با من دام میگذارید، بعد اینجا مکان این است، مکان آن است. نیست این خیل. آدم شوید. باری آخر میگویم آدم شوید. هیچ کس را جدی نمیگیرد. هیچ کس من هستم یلمز. هیچ کس مرا به جدی گیر. برای بردن زنم آمدم، اما تو مرا انتظار شو. برای کشتن تو هم می آیم. برای زنده ماندن نزدیکانمان لازم شود میمیریم. لوینت در اولین اشتباهت این دفعه همچون دهشت از بالای تو میافتم. قدمت را از روی آن گذار داوود. من اسیانگری از قید خارج شده هستم. با من امر داده نمیتوانید. از زنم دور است، وگرنه در بغل زنت تو را میبرم. من به زنم خیانت نمیکنم فکرت. ممکن باشد خیانت نکن. زخم های ما نمیگذرد تا آن زمانی که سببگران این زخم ها حساب ندهد. خوب گیرید. هیچ کس زنی مرا گرفته نمیتواند. جناب پرکرور، این یک تهمت است. زینب هیچ گناهی ندارد. خلیل ابراهیم، دخترم چطور است؟ دختری تو مرد، ولی اگر زنم را پرسیده باشی خدا رو شکر بسیار خوب است. اما این کار را به او کسی کرده باشد حسابش را میدهد. گرگ اگر به گله گوسفند حمله کند نه چوپان میماند و نه سگش. تو هم سگهایت هم از من خلاصی ندارید. سلطنت تو به آخر رسید. نهاد مارتین.